میدونید فرقیت بعض انسان ها از سگ در چیست؟ اصلا با بعضی رفیقان و دوستانمان روی یک دسترخوان نشسته بهترین طعام ها را همراه میخوریم، از یک طبق خوراک میخوریم، اما سگ باشد پس مانده خوراک های ما را میخورد. اما عجیبی کار در این است که این رفیق ها خیانت میکنند، اما سگ باشد وفادار میماند. شیخ سعدی هم در این موضوع بسیار خوب گفتند. میگویند سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد که سگ وفا دارد، آدمی دشمنی روا دارد.